نرمش قهرمانانه‌ای که سیدعلی فیگورش رو گرفت تو عمل تبدیل به باقالی شد که هر خری میارن نمیتونه بارش رو ببره. نرمش قهرمانانه بخشی از یک دیپلماسی داهیانه است که کلماتش، حرکاتش، حتی ویژگی‌های چهره ما و صدای ما باید حکایت از اون تعاملی بکند که مورد نیاز است. خب در داخل کشور ما چی شد؟ بزرگترین دموکراسی خاورمیانه و پیشرفته ترین کشور منطقه رو این هدیه کرد. قمپوزای ایمام جواد در تقلید از نرمش قهرمانانه درست مثل بارفیکس رفتن این طرف میمونه که سر و صدا زیاد داره، ولی یکی دیگه از خرهایی که اومد باقالی نرمش قهرمانانه رو جمع کنه این سرپاسدار سیری خورده است که به جای جمع کردن قضیه آدرس شکاف در رأس نظام رو میده. امروز هم حالا بین دیدگاهی که مقام معظمی رهبری دارن با دیدگاه برخی از مسئولین دیدگاه متفاوتیه تو بعضی از مسائل. این دیدگاه هم مثلا هست. فرض بکنید در موضوع رابطه با دشمن، مذاکره با آمریکا، بحث استقامت، پایداری در مقابل دشمن، الان دیدگاه متفاوته دیگه. دیدگاه متفاوت کجا بود؟ خیار چنبر دارن استخون همو میجوان. نتیجه این تیکه پاره کردن ها بدنه نظام رو جر و آجر کرده. میایم توی خدایی نکرده مملکت، این مسئول با اون مسئول، این گرایش با اون گرایش. خب مملکتی که همش خدایی نکرده اختلاف باشه که کار پیش نمیره که. هیئتامون رو به جون هم انداختن، به قول معروف سیاسیین رو به جون هم انداختن، خودشون دارن کیفشون رو میکنن. آقا او خدایی که ملائک و فرشته هاشو برای کمک یاران پیغمبر تو جنگ بدر فرستاد که فرشته های خدا بازنشسته نشدن، خدا هم پشیمون نشده، چرا تو بازار و زندگی ما نمیفرسته ای امدادهای غیبی رو؟ چرا امدادهای غیبی که تو جبهه ها بود امروز کمه؟ به خاطری که ما اهل مقاومت بگید کم شدیم. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی